میگه حالا تو بگو ماهیت این نیروها، این انرژی ها. وقتی که انسان میگه، خداوند میگه نگفتم یه چیزی میدونم که شما عقلتون نمیرسه؟ یعنی انسان با آزادی به آگاهی میرسه. اگه قرار بود خدا دستای ما رو بسته بود که هیچ کار نمیتونستیم بکنیم جز راه بهشت، که میگه به زورم بردم بخوام میبرمتون بهشت، هیچ کسی آدم نمیشد. ولی وقتی که آزاده که همه کار انجام بده، اینجاست که انسان رشد میکنه. یعنی آگاهی انسان رشدش در گرو آزادیه. تو ایران یه بار یه صحبتی ما راجع به آزادی کردیم. آقای مصباح یزدی گفتش که این لیبرالا اینا میخوان آزادی بی بندوباری داشته باشن. با اینا باید کاری رو کرد که خدا با ابلیس کرد. یه خبرنگاری از بنده پرسید، گفتم ما همون راضی هستیم. خدا به ابلیس گفت به من آزادی بدی همشون رو گمراه میکنم. خدا گفت تا قیامت آزادی. ما از آقایون میخوایم که آزاد بذارن ما رو. در واقع محصول اصلی آزادی همینم هست. قیمت آزادی همین حرفاست. خدا مخصوصا آزادی داده که ما همه کار بتونیم بکنیم. تمام این چیزایی که در بشریت میگذره بشر رو عقب نبرده. آقای دکتر توضیحاتی که دادن، ما کجا بودیم و انسان امروز به کجاست و به کجاها داره میره. برای آدم شدن باهاشو باید پرداخت، باهاش هم همین نابسامانی هست که وجود داره. خیلی ممنون. مرسی. پرسش بعدی از آقای دکتر مشکین پور. آقای دکتر مشکین پور، شما در کلامتان اشاره فرمودید که موجودات از ابتدای خلق کره زمین به وجود آمدن و ادامه داره این جریان. آیا ممکنه که موجودات دیگری در حال حاضر و حتی در آینده به وجود بیایند در روی همین زمین که تا به حال نبودند؟ دقیقاً پاسخ من دقیقاً همون نکته‌ای بود که گفتم که دائما این سیاره موجودات زنده‌ای رو جانشین موجودات دیگه میکنه و همونطوری که تو صحبتم هم گفتم 99% موجوداتی که آمدن و رفتن دیگه امروز وجود ندارن. ما فقط با 1%شون سر کار داریم و این تحول دائما در کاره. این ماشین کارشو به طور منظم انجام میده بر اساس فورس هایی که سیستمش رو ران میکنه و حرکت در میره. آقای شهاب‌پور، سوال بعدی برای شماست. آقای شهاب‌پور، فرمودید که حضرت آدم، از طرفی گفتید که ما از بی‌نهایت آمده ایم و از طرفی از حضرت آدم سخن گفتید. آیا حضرت آدم بی اندازه یا به اندازه بی‌نهایت بوده و همه این خلقت انسان از آن یک نفر بوده یا اینکه خلقت انسان به طریق دیگری بوده است؟ شروع خلقتی رو که عرض کردم که از حضرت آدم شروع شده، شروع مدونیه که تاریخ بشریت امروز میتونه بهش استناد بکنه. اما آیا میشه خلقت فقط در یک بره از زمان باشه؟ مسلماً خیر. این خلقت از روز اول بی ابتدا وجود داشته و تا آخر بی انتها هم وجود خواهد داشت، اما شکل‌ها فرق میکنه و در اثر تغییر و تحولی که به وجود میاد مخلوقات و موجودات دیگه‌ای به وجود میاد. چه بسا در روزی و در موقعیتی این کره زمین دیگه نباشه موجودات به این صورت نباشن. آیا واقعاً خلقت در عالم متوقف میشه؟ کدام خلقت؟ خلقت تمام مخلوقات یا فقط خلقت انسان به این شکل؟ هیچ وقت این کارخانه عظیم عالم متوقف نخواهد شد و نخواهد مرد و از بین نمیره و دائما در حالت کاره. پرسش بعدی برای هر سه سخنران امروز ما هست. پرسیدن که آیا زندگی‌های متوالی و زندگی بعد از مرگ وجود داره یا خیر؟ از آقای بازرگان خواهش می‌کنم آغاز کنن، بعد آقای مشکین پور، بعد آقای شهاب‌پور. خب ما که خبر از
دنیای فعلی خودمون نداریم. اون چه که مربوط به آینده است، در واقع اونهایی که اعتقاد دینی دارن بر اساس کتاب‌های دینیشون میگن. غیر دینی هم که خب به هر حال میگن ماورای طبیعه است، ماورای فیزیک، اصلا خبر نداریم. بر حسب اون چه که در قرآن اومده، خیر، یک فرصت یک عمری هر انسانی داره، نتیجه بد و خوب اعمالش رو در رستاخیزی که به هر حال به تفصیل توضیح داده شده خواهد دید. چنین چیزی که حالا اسمشو تناسخ بذارید یا هر اسم دیگه‌ای، نه، به صراحت در قرآن چنین چیزی وجود نداره. در پاسخ به این سوال من چشمم به این پمفلتی که نیو یونیورسال یونیون پخش میکرد افتاد. یه نکته بسیار جالب اینجا میبینم، اینو میخوام برای اون آدینسی که سوال کرده بخونم. ایشون اینجا نوشته که death is only a transformation of the elements which constitute the essence of the universe. And these elements, as well as forces and powers which make the life of the being, are changed and transformed into shape of different creatures. نکته‌ای که به نظر من در جامعه علمی یک اصلی داریم به نام اصل بقای ماده و انرژی. این اصل بقای ماده و انرژی مفهومش این هستش که ماده به انرژی تبدیل میشه و برعکس، ولی هیچ وقت از بین نمیره. وقتی که ما میمیریم، بعد از یه مدتی بدنمون اجزایش از هم پاشیده میشه، معالاً تبدیل به اون عناصری میشه که آقای شهاب‌پور بهش اشاره کردن. مصرف غذای حیوانات، گیاهان میشه و از ورایش سالها بعد، دهه‌ها بعد میوه‌ای به ثمر میرسه یا در بدن یک انسان دیگری ظاهر میشه و این سایکل، این دوره خودش رو تکرار میکنه. آقای شهاب‌پور، مرسی دوستان. عزیزانم که با کتب مکتب وحدت نوین جهانی آشنایی داشته باشند میدونن که در کتابی داریم به نام مکانیسم آفرینش، که در این کتاب مکانیسم آفرینش انسانی رو که تا به امروز با 5 حس میشناختن و یک حس ناشناخته‌ای بود که آنچه رو که اتفاق میافتاد مربوط به اون میکردند. ما با 21 حس انسان رو مشخص کردیم و خوشبختانه در 2 سال نیم پیش بود که در یکی از این تلویزیون‌های ماهواره‌ای یه آقای دکتر نورولوژیست بود که اومد اعلام کرد و 3 تا حس رو که یکی حس عشق و مهر و محبت، الان دقیقاً یادم نیست، اما 3 تا حس رو اومد معرفی کرد که گفتش که در مغز، در نیمکره شمالی و جنوبیش این محلش هم مشخص کرد و گفتش که این وجود داره و انسان 5 حسی دیگه با اون چیزی که تا به حال شناخته شده نیست. و ایشان هم عنوان کرد که انسان دارای حسای زیادتریه که هنوز ناشناخته است. ما متجاوز از 70 سال پیش، 75 سال پیش در کتاب‌هایی که منتشر کردیم و وجود داره این انسان 21 حسی رو معرفی کردیم و دقیقاً در مغز محل‌هایی رو که میتونه اثرات وجودیش رو در رفتار و گفتار انسان‌ها قرار بده مشخص کردیم که یک کدوم از اونها حس روشنبینیه که این حس روشنبینی یا آینده نگری که خب بعضیا به غلط با اون فالگیریا و اون چیزا اشتباهش میکنند، همون حسی است که در اثر توجه و تمرکز پریسپری یا اون قالب مثالی میتونه از وجود شخص قدرت حرکت داشته باشه و در عالم لایتناهی آنچه رو که وجود داره ببینه. چون ما معتقد هستیم زمانی که امروزه ما به عنوان قرارداد گذاشتیم یک امر نسبیه، فقط برای این کره